ډیر سخته ده. یا پښتو مې سمه ده زده زم سر مې نه خلاصيږي. فارسی اسانه ده، پښتو سخته ده. فارسی ګرانه نه ګرانه نه ده، پښتو سخته ده. وام په کمک فارسی بگوین. چرا بگوین نگاه. متاسفانه از 40 سال بدین سو کشور ایران با راندازی پروژه های بسیار سازمان یافته و سیستماتیک فاشیستی و شونیستیشان در پی حذف زبان پشتو هستند. آنها از روش های مختلف استفاده میکنند. مثلا دختران زیبارو و انارپستان را پیدا میکنند، در دستشان یک میکه میدهند، در مناطق پشتونیشین اونا را روان میکنند و آنها با ناز و کرشمه‌ای که دارند مستقیم و غیر مستقیم کوشش میکنند که زبان پشتو را تحریم بکنند، حتی گاهی توهین میکنند. مثلا برایشان میگه که زبان پشتو بسیار سخت است، دشوار است، زبان فارسی آسان است، فارسی صحبت بکو. اما قدر نمیفهمه که به هر کس زبان مادریش آسان است و ما باید احترام هر انسان داشته باشیم و تمام حقوقش باید عزت بکنیم. این کار رکی فاشیستای ایرانی کردن در 40 سال می طالبه که فعلا حاکم است حتی این نکرده. در هیچ کشور دنیا کسی اجازه نداره زبان مادری کس را تحریم بکنه یا توهین بکنه یا برشان اجازه داده نشه. حتی مواردی را ما دیدیم که در داخل افغانستان جوانایی که پشتو صحبت میکنن بر از اونا پاکستانی خطاب میشود. باز کاش که زبان فارسی هم یک زبان درست و تکمیل و منظم می بود که یاد میگرفتیم، کدام مشکل نبود. ایواز از چرا ما انگلیسی را یاد نگیریم که در دنیا ارزش داره. زبان فارسی خو از خود حتی واژه نداره برادر. 80% واژه های از اونا بیگانه هستند که 66% واژه هایشان صرف عربی است، دیگه‌اش انگلیسی و زبان های دیگه قرضه گرفته شده. حتی گرامر نداره، ضمیر جنسیت نداره، به می رقم الفبا نداره، الفبای عرب ها را استفاده میکنه. هیچ چیز نداره برادر. کدام فایده از این زبان برای ما رسیده؟ کافی است که در 50 سال زبان نصاب ما بود، همگی بیسواد، همگی توهینگر، همگی تحقیرگر. زبان اداره ما بود، تمام لوحه ها به زبان فارسی بود. من کدام دستاورد داره نو برادر؟ چرا شما اینقدر فاشیست هستید؟ به نام زبان فارسی در افغانستان ما چیزی نداریم. زبان فارسی را کس برای ما ثابت کردن نمیتونه که زبان است. من سر مردم افغانستان صدا میکنم که جلوی پروژه های ایرانی را بگیرین. بلیاز خدا به مجرد که در گوگل افغانستان یک لفظ نوشته کنید، تمام مقاله های زبان ایرانی و لهجه ایرانی میه. تمام سیستم اینترنت ما را ایرانی ها میل قبضه کرده. افغانانو بیدار است قربان مدگیریسم، بیدار است اینو. دوی بیا دومره مرسترګ انسانان چې د دوی ژبه زده کړي وای زمونږ ژبه ډیره پراخه ژبه ځکه تاسو زده کړئ دغه سی پیغور به درکړي. حق نداره درباره افغانستان گپ بزنه. من میگم هر این سرزمین فارسی زبان است. هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه د پښتون ژبه ورکه سمرسو